بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خدمتش همه شما بینندگان عزیز و ارجمندم در هر کجای دنیا که هستید عرض سلام و خسته نباشید و روز بخیر دارم و امیدوارم که همیشه شاد و خوشحال و سربلند باشید و موفق در زندگیتون. باز هم با قصه ها هستیم و اندرزه ها، قصه ها و اندرزه های زیبایی که ما از قصه های نابغه ها و علما و اندیشمندان و افرادی که با همت و کار و تلاش تونستند خودشون رو بسازند، تونستند واسه آیندهشون، واسه ملتشون، واسه تاریخ، واسه بشریت کسی باشند، رفتند و نام نیکویشون موند تا به روز قیامت. بشریت اسمی از اونها میبره، دعای خیری در حق اونها میکنه، قبرهاشون رو خداوند باغهایی از بهشت میکنه. واسه چی؟ واسه اینکه مرد بودن، مرد میدون بودن و تونستن در هر تخصصی که داشتن، در هر میدونی که داشتن واسه خودشون کاری، همتی، مردونگی نشون بدن و بشن ستاره‌ای درخشان در آسمان بشریت. در این قصه ها ما اندرزه ها میگیریم و از این قصه ها درس ها میگیریم واسه اینکه زندگی خودمون رو اونطوری که باید باشه، اونطوری که باید بشیم بسازیم. در این فضای زیبا و در این جو بهاری اومدیم خدمت شما تا قصه یکی از رادمردان تاریخ بشریت و از آسمان پرنور و زیبای سرزمین فارس رو با هم ورق بزنیم. البته قبل از این قصه من قصه یک دختر خانم کوچولویی رو واسه شما بگم که این دختر خانمه چطور تونست یه درسی بده به بشریت یا به خانواده ها، یه درسی به ما میده از موفقیت، از شادکامی، از این که انسان، بچه های کوچیک و یا بچه های بزرگ و البته هر انسانی رو قدرش رو بدونیم، شخصیتش رو بدونیم، احترام واسش قائل بشیم، برای رأیش، برای اندیشش احترام قائل بشیم. یه روزی اتفاق زیبایی افتاد. یه تریلی میخواست از یه تونل رد بشه، بارش خیلی زیاد بود، راننده هم زیاد توجه نکرد، اومد این تریلیه افتاد توی تونله، گیر کرد، تونل سقفش پایین بود، تریلیه بارش بالا بود، گیر کرد. اومدند همه، پلیس ریخت، نمیدونم نیرو انتظامی اومد، آتش فشانی اومد که اینو چطور بکشیم بیرون. هر کاری میکردند، این ور و اون ور، بارشو چطور بیاریم بیرون، حالا این بارو نمیشه پیادهش کرد، بار گیر افتاده، سفت جا افتاده، چیکار بکنیم چیکار نکنیم. در همین اثنا دختر خانومی با مادرش از اونجا رد میشد. دختر خانم گفت مامان این تریلی رو بیرون کشیدن خیلی کار آسونیه، اگه به من اجازه بدن من بهشون میگم چیکار کنن. مادر گفت بابا بچه خفه خون بگیر، این چه حرفیه که داری میزنی؟ یعنی همه این افراد، همه این نمیدونم نیروی انتظامی، آتش فشانی و فلان و فلان به عقلشون نمیرسید؟ به تو دختر بچه کوچولو عقلت رسید به حرفا؟ دختره دید که نه، مادرش حاضر نیست که حرفشو گوش کنه، رفت پیش یکی از همین آقایونی که یه چند تا از این ستاره متاره ها روشونش بود. گفت آقا ببخشید عمو جان، ببخشید اگه شما یه لطفی کنید باد همین تایرای تریلی رو یکم پایین بیارید، تریلی میاد پایین رد میشه. مرد نگاه کرد، واقعا حرف این دختر بچه کوچولو راسته ها، اگه ما تایرها رو بازش رو بیاریم پایین خب تریلی میاد پایین.
سقفش میاد پایین و رد میشه از تونل. همین کارو کردند و تریلی رد شد. فرماندار خبر به فرماندار رسید، خیلی خوشحال شد، پرسجو کردن و دختر خانم رو خواستن. در یکی از جشنهایی که بود دختر خانم رو خواستن و یه اکرامی کردن، براش هدیه‌ای گذاشتن، جایزه‌ای گذاشتن. وقت جایزه گرفتن بود مادرش می اومد جس میداد کنارش وای میساد. وقت عکس گرفتن بود مادر جس میداد کنارش وای میساد. بله، وقتی شما کاری رو میکنید موفق میشید. خیلی‌ها تخصصشون اینه که جلوی موفقیت رو بزنن، موفقیت رو بکشن، اما وقتی که جایزه میاد و نتیجه میاد همشون میخوان که در نتیجه با شما شریک باشن. حالا ببینید زندگی از این نوع قصه ها و از این نوع اندرزها بسیار داره. از این موفقیت ها ما زیاد داریم، موفقیت هایی که نتیجه اینه که ما خودمون رو کم ندونیم، ما خودمون رو نندازیم. اگر چیزی تو عقلمون رسید، تو فکرمون رسید، اونو بیاریم بگیم، البته حرف دیگران رو هم بشنویم. خیلی از افراد هستن عقل، درایت، اندیشه خوبی دارن و خیلی ها هستن که متاسفانه قدر اونا رو نمیدونن. خب این درسی شد که ما حرف کوچیک و بزرگ بشنویم و بهش اهتمام بدیم. هر کسی عقلی داره، عقلش هم قابل ارج و اندیشه است. یه میان برنامه بگیرید و بیایید تا از یک شخصیتی از آسمان گویا و زیبای سرزمین خودمون بگیریم. بله، حرف امروز از یک فیزیکدان، از یک پزشک و یک فیلسوف بزرگ خواهد بود به نام شیخ الرئیس. شیخ الرئیس کیه؟ بعد از این میان برنامه در خدمت هستیم، با هم قصه شیخ الرئیس رو با هم ورق میزنیم. يا لاهيا في دروب الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير اعتبار ويلك أبصر من الغفلة ولا تك يوما مع السابرين وتحيا بعيدا عن السنة ودع نزوة أو مكانا مريبا وحاذر أخي من الزلة. روپای راستش از شده میزنه و گل، یه گل دیدنی و دیگه از شر این بازی یکی خلاص شدیم. چقدر خوب زد ضربه‌شو. از حسین ابن علی رضی الله عنهما روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا الله متعال کارهای ارزشمند و مهم را دوست می‌دارد و کارهای پوچ و بیهوده را نمی‌پسندد. ای خلق مشین. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما دوستان و عزیزان و مهتران. حرفمون از شیخ الرئیس بود. شیخ الرئیس ابو علی سینا حسین ابن عبدالله، پدرشون عبدالله از شهر بلخ بودند. شهر بلخی که امروز متاسفانه اسمشو گذاشتن اسم یک قبر دروغین به نام مزار شریف، که ای کاش همون بلخ خودمون میموند با اون تاریخ پر از علما و اندیشمندان و آگاهان و انسانهای برجسته و والا که شیخ الرئیسی که از این بچه ها باشه. مادرشون ستاره خانم بودند از روسای افشنه بخارا. شیخ الرئیس مدتی رو در به اصطلاح بلخ زندگی کردند. پدرشون خیلی انسان آگاه و ورزیده و برجسته و به اصطلاح دانشمندی بود و در فکر آموختن بچهشون بود و
خیلی هم به بچه اهتمام میداد. در همون کودکی حسین جان ما قرآن رو حفظ کرد، درس‌های از فلسفه و فقه و نمیدونم همه علوم اون زمان رو کسب کرد و ثابت کرد که میتونه از قدرت‌هایی که خدا بهش داده استفاده کنه. خانواده آگاهی داشت، خانوادهش اون رو تشویق میکردن، سرکوف نمیزدن. بچه‌هایی که خداوند انسان رو وقتی خلق میکنه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کل مولود یولد علی الفطره، هر انسانی رو خداوند در کمال شخصیت میآفرینه. این جامعه است، اطرافیانند، پدر و مادرند که یا بهش سرکوف میزنند یا اونو از بین میبرند یا اینکه تشویقش میکنند و بالاش میکنند و باعث میشن که اون نبوغی که درش هست، اون اندیشه‌ای که هست، اون آگاهی که هست شکوفا بشه و بیشتر و بیشتر به اصطلاح به پیش بیاد. این قصه شیخ الرئیس هست، انسانی که در 20 سالگی شروع کرد به تألیفات و نوشته هاشون. اولین کتابی که نوشتن حاصل و محصول در 10 مجلد، البر و اللؤم در اخلاق، در باره خوبی ها و بدی ها و زشتی ها و پاکی ها و گناهان، و کتاب دیگری در حکمت عروضی در 21 مجلد. در تخصص میدانی خودش که چشمگیر در پزشکی، شیخ الرئیس کتابی نوشتند به نام القانون که تا همین 2 قرن پیش، تا قرن 19 هجری در کشورهای اروپایی در دانشگاه‌های پزشکی یکی از مراجع علمی بود که دانشجویان به اصطلاح میخوندند. شیخ الرئیس در میدان فقه نظری و فقه عملی به اصطلاح کارها کرد. در گیاهشناسی و انواع گیاها و نمیدونم داروسازی و خصائص گیاهای خشک و تر و گیاهای نمیدونم درختان و گیاها و همه این نمونه های گلها و اینا کارها کرد و بحثها و به اصطلاح کتابها و نوشته هایشون در هر زمینه‌ای به اصطلاح راهگشای داروسازان و پزشکان تا قرنها بود و ایشون به اصطلاح تونستن با موفقیت هاشون و در کمال همت و با تمام تلاش و در زندگی چندان راحتی هم نداشتن، زندانه ها کشیدن، در به دری ها کشیدن، فرارها از این کشور و از اون شهر و از اینجا و به اونجا، و با همه اینها شیخ الرئیس بیش از 250 کتاب و رساله به یادگار گذاشتند و تونستند خدمت بسیار بزرگ و شایانی رو به بشریت تقدیم کنند. آقای طائی در کتاب اعلام العرب فی الکیمیا شخصیت‌های بزرگ به اصطلاح شیمیدان مسلمون یک جمله زیبایی میگن که اگر رازی پزشک روزگار خودش بود و اگر کندی نابغه فکر و اندیشه روزگار خودش بود و اگر ابن حیان شیمیدان بزرگ روزگار بود و فارابی ارسطوی زمان خودش بود، این و بیرونی دارالمعارفی بود در قرن خودش، این ابن سینا بود که تونست به اصطلاح بدون حریف نابغه روزگار خودش باشند. ابن سینا قصه های زیبایی دارند، قصه هایی در اخلاق، قصه هایی در مجال پزشکی خودشون. یک قصه واسه تو از این مجال پزشکیش بگم که در این زمینه چه کارا کرد. شیخ الرئیس یک قصه بسیار زیبایی اتفاق افتاد در شهر ری. شهر ری به اصطلاح ملکه‌ای بعد از وفات پادشاه، ملکی به نام ملک سیده که ایشون به اصطلاح قدرت رو در دست گرفته بود. یه پسر داشتن که اون هم پسر مبتلا شده بود به بیماری مالیخولیا. در بیماری مالیخولیا این پسر احساس میکرد که گاو شده و هی صدای گاو در می آورد و هر پزشکان مونده بودن که چه کار کنن. بله، روانپریشی بسیار خطرناکی بود و حکومت و دار و دسته همه در فکر این که این مجدالدوله رو چه بلایی به سرش بیاریم که این درست بشه. هر کاری کردن به اصطلاح کاری از دستشون بر نیومد تا اینکه متوسل شدن به شیخ الرئیس
ابو علی سینا. ابو علی سینا هم اومد و قصه رو فهمید که چیه. در همون قصر به اصطلاح پادشاه جایی رو مشخص کردن و در فکر به اصطلاح معالجه این بیمار اومدن. مثل اینو قبلا هم گفتیم و تکرار میکنیم، باید پزشکایمون باید در هر میدانی که هستی، مهندسی، پزشکی، استادی، معلمی، دانشوری، در هر زمینه باید مطالعه کنی، خودتو بالا بکشی، قدرت ها و خلاقیت ها رو به نمایش بگذاری، قدرت های خدادادی رو به کار بیندازی. این مخو به اصطلاح استارتشو بزنی، نذاری که خاک بگیره، نذاری که به اصطلاح از بین بره و تلف بشه. ابن سینا وقتی اومدن اینجا دیدن که بله پسر داد میزنه که من گاوم، بیایید منو بکشید، بیایید نمیدونم من به اصطلاح گوشت خوبی دارم. این قصه رو در 4 مقاله نظامی عروضی میتونید بخونید. در کتاب 7 اورنگ جامعی هم این قصه به صورت شعر بسیار زیباست. بود در عهد ابو علی سینا آن به کنه اصول طب بینا، که این در همون زمان این به اصطلاح مجدالدوله شده بود بیمار به اصطلاح همین مالی خولیا و ادعای گاوی میکرد و بانگ میزد که کم بود در ده هیچ گاوی به سان من فربه، زود باشید حلق من ببرید به دکان حریص پز سپرید، مرا بکشید و بدید که واسه از من آشی درست کنند و کیف کنید و بخورید. ابو علی سینا اومد هر کاری میکردن به این دارو بدن، غذایی بدن، جون بگیره، لاغر شده بود، هیچ نه به اصطلاح دهن به غذا نمیزد. اینجا بود که ابو علی سینا اومد یک کار بسیار زیبایی کرد برای علاج این بیمار. اومد لباس قصابا رو پوشید، گفت که اومد داد زد که این گاوه که گفتید که باید بکش سر ببرین کجاست. تا مجدالدوله اینو شنید اومد خودشو انداخت تو میدون، گفت هار هار صدای گاو در آورد و گفت که منم، بیا منو بکش. و بله ابو علی سینا هم اومد چاقوها رو به هم کشید، تیزشون کرد، گفت اینو بگیرید محکم ببندید. گرفتن محکم بستنش. خب اومد که به اصطلاح ذبحش کنه، دست زد به اصطلاح سینهش، به این طرف اون طرفش، گفت که آقا این چه گاویه که منو صدا زدید بکشمش؟ این گاو لاغریه، هیچ گوشتی چیزی توش نیست. بابا اینو بذارید یه چند روزی علف بدید، غذا بدید، چی بدید که فربه بشه. وقتی که فربه شد اون وقت بیاییم سرشو ببریم. وقتی فربه شد به من اطلاع بدید. خب تا اینو از دوله شنید، مجدالدوله ببخشید شنید، فهمید که به اصطلاح میخوان بکشنش اما باید فربه بشه. اون وقت دارو و غذایی که آماده کرده بود و آوردن و دادن که این آقای خورد و کم کم به اصطلاح درست شد. همونطوری که در 7 اورنگ جامی میخونیم هر چه دادندش از غذا و دوا، همه را خورد بی خلاف و ابا، تا چو گاوان از آن شود فربه، شد خود او از خیال گاوی به. و بدین صورت این بیمار روانپریش شفا یافت. در قصه ابو علی سینا ما قصه ها داریم و در مدرسه ابو علی سینا خیلی حرف ها داریم که میتونیم از ایشون استفاده ها ببریم. بعضی مسائل اخلاقی در کتاب داستانه ها و پنده ها یک قصه زیبایی هم اومده از ابو علی سینا که در این کتاب اومده که یک رفتگری بود در یه جایی به اصطلاح کارهای توالت و دستشویی و اینا رو تمیز میکرد و با خودش به اصطلاح شعر میخوند و میگفت گرامی داشتم ای نفس از آنت که آسان بگذرد بر تو جهانت. من به تو عزت دادم ای نفسم، من تو رو احترام کردم که خوشحال و سربلند در زندگی باشی. ابو علی سینا که از اونجا رد میشد با حشم و به اصطلاح خدمش و با افرادی که با وزیرا هستند و اینا، وقتی اینو شنید از باب طعنه و مسخره یه پارازیتی انداخت و گفت حقا که خودتو احترام خودتو گذاشتی، تو این نفس شریف رو در ته چاه ذلت و خواری انداختی و عمر گرانبهایت رو در این کارهای کثیف به سر میبری، بازم میگی که من نفسم رو احترام گذاشتم. رفتگره نگاهی بهش انداخت و لبخندی زد و گفت در جهان همت نان از شغل پست خوردن بهتر از زیر بار منت رئیس رفتن است. ابو علی سینا با شنیدن این حرف واقعا یه درس
خیلی مهمی گرفت و سرشو انداخت با اینو از اونجا رفت. درسی در عزت نفس، درسی در به اصطلاح اعتماد به نفس، درسی در اکرام انسانیت، درسی در این که نباید با جلوی کسی خودتو خار کنی، درسی باید در این که روی پای خودت وایسی. بله، باید روی پای خود وایسیم، باید در مجالی که هستیم، در میدانی که هستیم، در تخصصی که هستیم ثابت کنیم که مرد میدونیم و بیاییم اون کاری رو بکنیم که شایسته ماست، اون کاری رو بکنیم که واسه آخرتمون، واسه دنیامون شخصیتی باشیم، واسه ملتمون، واسه در هر میدانی که هستیم. ببینید یک جوون بخارایی از بخارا بلند میشه، از بلخ و سمرقند و بخارا ما علمای بسیار بسیاری داریم که تاریخ بهشون افتخار میکنه. ابو علی سینا از جمله اون علماست، اومد و تونست 250 کتاب و رساله بده به دنیا. در پیشرفت علم پزشکی گام بزرگی رو به اصطلاح ادا کرد و کار بسیار بزرگی کرد. این شخصیت که ما امروز بهش افتخار میکنیم، دنیا بهش افتخار میکنه، علم پزشکی بهش افتخار میکنه، دانش بهش افتخار میکنه، یکی از فرزندان همین مرز و بوم بود. یکی از فرزندایی بود که با همتش، با دید درستش نیومد گریه کنه، نیومد لعنت و نفرین کنه تاریکی رو. آقا مدرسه ها خوب نیست، نظام خوب نیست، حکومت به دست به درد ما نمیخوره، نمیدونم فلان چیزه فلان فلان، بلکه اومد گفت نه، اگر همه خرابند چرا من خوب نباشم؟ اگه همه میخوان من بمیرم و منو زیر و پا له کنن چرا من اجازه بدم؟ چرا من خودم رو با دستای خودم، با همت خودم، با مردانگی خودم نسازم؟ این قصه ابو علی سینا بود، شیخ الرئیس و نابغه دوران خودش، که باعث افتخار بشریت و همه ماست. از این قصه درسه ها و اندرزه ها میگیریم و تا قصه دیگه و اندرزی دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم هر جای جهان که هستید خوشبخت و موفق و پیروز و شادکام باشید. تا دیداری دیگه، خدا یار و نگهدار همتون باشه.